اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. انشاءالله تصمیم گرفتم سلسله بحث های در ارتباط با تفسیر قرآن داشته باشم و اگر خدا بخواهد از تفسیر سوره حمد الفاتحه شروع خواهم کرد و تا آنجا که خدا بخواهد. خب حالا بلا فاصله شروع میکنم به تفسیر سوره حمد. سوره حمد و همچنین تمامی سوره های قرآنی به استثنای سوره توبه با جمله بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده است. معنای این جمله یعنی این است: شروع میکنم، ابتدا میکنم به نام خداوند رحمان و رحیم. اگر در هر کار را ما با بسم الله شروع کنیم، یعنی آن را با نشانه از خدا آغاز کرده ایم و آن کار با برکت خواهد بود. ما در روایت داریم که کل امر ذی بال لم یبدأ فیه بسم الله لم یبدأ فهو ابتر. یعنی هر کاری مهمی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشود ابتر خواهد بود. ابتر به معنای دنبوریده است، یعنی ناتمام. لذا سزاوار است مسلمان هر کار خود را، هر عمل خود را با بسم الله شروع کند و چون با نام خدا شروع شود حتما هم با برکت خواهد بود و هم کار ناتمام نخواهد شد. در رابطه با دو وصف رحمان و رحیم، حالا قبل از اون سزاوار است این را هم عرض کنم که لفظ الله علم است. یعنی تمامی مفسرین اتفاقی نظر دارند که الله اسم است برای خدا، نه صفت. دیگه خب خیلی بحثی هم نیست در این رابطه. اما راجع به دو صفت رحمان و رحیم، هر دو از این دو صفت، هر دو این صفت ریشه در کلمه رحمت دارد. رحمت در فارسی به معنای، حالا ما هم رحمت استفاده میکنیم، اما رحمت به کجا گفته می شود، کجا رحمت اطلاق می شود؟ این یک وصف است، صفت است انفعالی که هرگاه ما یه منظره شفقت انگیزی را ببینیم یه حالتی در ما پیدا می شود. ما میگوییم خب رحمم آمد. مثلا فرض کنید یک نفر آمد و دید یک بینوای نشسته است، دست دراز میکند، فقیر است، رحمش می آید. بعد چه کار میکند؟ پول از کیسه اش بر می دارد به اون می دهد. خب این پول دادن نتیجه رحمت است که در وجود آن شخص پیدا شده است. بحث این است که آیا خداوند متعال به این معنا از صفت و این معنا متصف می شود، وصف می شود؟ آیا لایق است ذات الهی متأثر شود؟ ما داریم که خداوند ذات نیست که تأثر بپذیرد. تأثر پذیرفتن، منفعل شدن، این ویژه بندگان است. یعنی چی متأثر شدن؟ اینکه یک حالتی داشتی، بعد وقتی یه حالتی داشتی، بعد وقتی یه منظره را دیدی یا کسی را دیدی که رحمت آمد، اون وقت در تو حالتی، یک انفعالی ایجاد شد و حالتی تو تبدیل گردید، تغییر شد.
خب حالا ذات خداوند متعال که ذاتی کامل است آیا میتواند محل تحول و تغییر قرار گیرد؟ دانشمندان در این رابطه گفتند و درست هم هست که وقتی ما خداوند را به صفت رحمت وصف میکنیم، میگوییم رحیم است یا رحمان است، مهربان است، آنچه در مورد بنده انسان صدق میکند همه اش برای خداوند درست نمی آید، صدق نمی کند. حالا من یک مثال میزنم بعد روشن خواهد شد. ببینید شما مثال زدم، همین مثالی که زدم، وقتی یک گدایی را میبینید، یک کسی را میبینید که به پول نیاز دارد، نیازمنده است، شما رحمتون می آید به او چیزی میدهید. خب یعنی این حالت از دو مرحله عبارت است. مرحله اول انفعال تأثری شماست که ما رحمدلی گفتیم اسمشو. مرحله دوم نتیجه این رحمدلی شما عطای شماست، بخشش شماست. یعنی اون حالت شما را وادار کرد که از کیسه اتون چیزی بگیرید و به اون گدا بدهید. خب این در مورد انسان. اما وقتی خدا را به رحمان و رحیم به صفت رحمت وصف میکنیم، از این دو مرحله فقط مرحله دوم به خدا درست می آید، صدق میکند. مرحله اول نه. خدا ذاتی نیست که تغییر کند، ذاتش تحول پذیر باشد. نه، خداوند عطا میکند، فقط جود میکند. پس در وصف رحمت در مورد خداوند متعال فقط اون بخششی است، بخشایندگی است. این از یک طرف. از جهت دیگر یه بحثی هست در بین مفسرین، اینکه حالا این رحمان و رحیم هر دو ریشه در رحمت داشته باشند، فرقشون در چیست؟ یعنی رحمان و رحیم ریشه در رحمت دارند. در این مورد گفتند که رحمان به معنای رحمتی گسترده خداست که هم شامل کافران می شود هم شامل مؤمنان. خداوند در این دنیا رحمتش به همه می رسد، همه را شامل می شود، هم مؤمن را و هم کافر را. اما رحیم این رحمت ویژه و خاص خداست برای مؤمنین فقط. دیگه خداوند نسبت به کافران رحیم نیست. خدا فقط برای مؤمنان رحیم است. و کان بالمؤمنین رحیما انه بهم رؤوف رحیم. اما رحمان چرا؟ هم مؤمنین مشمول رحمانیت خداوند هستند و هم کافران، در این شکی نیست. اما الحمدلله چیست؟ در معنای این جمله گفتند خدا را سپاس. حمد در فارسی سپاس ترجمه شده است. اما راجع به تفسیر این آیت، این الحمدلله، سخنان بسیار زده شده است و با آنچه که درست به نظر می رسد و پسندیده این است که مرحوم علامه طباطبایی گفتند که حمد در برابری، یعنی این سپاس هم در برابری یک کاری اختیاری فقط گفته می شود. ببینید حالا توضیحش چنین است. اگر شما یک گلی خیلی زیبایی را دیدید، خب این یک چیزی زیبایی است دیگه، خب شما نمیگویید الحمد لهذا الورد،